Oh, so long for this night I pray that a star will guide you my way to share with me this special day and the ribbon in the sky for our love. If allowed, may I touch your hand, and if please, may I once again select you to will understand that there's a ribbon in the sky for our love. This is not a coincidence, and for more than a lucky chance, but what is, that was always meant, is a ribbon in the sky for our love. Because for so long, for this night I pray that a star will guide you my way to share with me this special day and a ribbon in the sky for our love. یک کتابی هم دارن به نام پیامبر عشق که از غزلیات ایشون هست. لطف میکنیم بفرمایید، خواهش میکنم به افتخارشون. درود و مهر بر همه شما عزیزان. خیلی خوشحالم که توی جمع هموطنان عزیزم هستم. من 2 ماه اومدم اینجا و هفته دیگه هم برمیگردم و افتخاری هست که در خدمت شما عزیزان باشم. قرار بود که من راجع به شاهنامه فردوسی صحبت کنم و یه مقداری به این کتاب بزرگ بپردازیم و حتی یه داستان براتون بگم، اما با توجه به اینکه وقت کوتاه هست من فقط یه غزل کوتاه از خودم میخونم و بعد هم یک شعر نوع نسبتاً بلند. یکی بیاید و اینجا به من سری بزند، به درب خانه امید من دری بزند. کسی شبیه خود من سیاه مست، اما در اوج مستی هم پیک دیگری بزند. کسی که خط نگاهش به عشق وصل شود، مدام نیز دلش شور دلبری بزند. غزل بسراید مرا و در هر بیت دوباره تازه شود، طرح بهتری بزند. کسی که از همگان دلنوازتر باشد، به عود و بربط و تنبور هم سری بزند. غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، یکی بیاید و یک حرف بهتری بزند. به لطف و مهر بگوید که سهم من هستی، که مرغ دل به هوا خواهیش پری بزند. مصرع هم از سعدی بزرگ. اما شعر نو تقدیم میکنم به نام این عنوان که من خدایی دارم همه را میبخشد. و الهام من از حضرت حافظ هست که در این شعر که کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. من خدایی دارم همه را می بخشد،
من خدایی دارم همه را می بخشد و دلش خازن اسرار من است. من خدایی دارم که میان من و او فاصله نیست و خدایی که همین نزدیکی است. با خدا دوست شدم سر یک کوچه تنگ پر گلهای قشنگ و خدا را دیدم و خدا زیبا بود. جنس او همچون من ز همان نقره و از شیشه و از مینا بود. تو خدا را دیدی؟ چشمهای او هم به سیاهی چو شب یلدا بود، ولی از جنس بلور همه زیبایی و نور. عینک دودی انسانها بر چشم نداشت، چون خدا خشم نداشت که تو را بنگرد از پشت سیاهی و به تو خورده بگیرد که تو از خاکی و من جنس خدایی. عینک دودی مال من و توست، هرچه زشتی و پلیدی و سیاهی است به هم می‌بندیم و چه آسان سر یک سفره به هم می‌خندیم. وای اگر بی‌هنری پست ز جا برخیزد، ز حسد پرده درد. ما بر این کوره داغ هیزم خود ریزیم، به دغلکاری و نیرنگ و فریب منبرش گرم کنیم، کاشکی شرم کنیم. این ز ناگاهی ماست که پس تجربه و موی سپید باز غافل ماندیم و ندانست دل کودک ما که به زودی روزی خودمان هیزم او می‌گردیم. چون که فردا برسد، نه که فردایی دور، به نسیم مژه بر هم زدنی میرسد آن فرداها، تا که بیدار شوی بگدازد دل بیتاب و قرارت ببرد از ره و آبت ببرد. شاید آن فردا فردای تو نیست، لیک فردای عزیزان تو است، پسر و دختر تو که به تاوان گناه تو مکافات شوند، نرد یک عشق ببازند به هم و در این دایره هستی مینا به یک بازی هستی به یک غفلت کوتاه همه مات شوند. کاش از آن خواجه شیراز بگیریم همین نکته و بس. هر کسی بی هنر است دیده بر عیب بدوزد که ز خود بی خبر است. کاشکی آینه را بردارد و از درون خیش تماشا بکند و بداند که گناه ساده و آسان است و به آسانی دندان زدن سیب از آن شاخه ممنوع درختی که خدا گفت نخور و آدمی خورد در آن خلد برین و حبوطی کرد بر روی زمین. من و تو زاده اوییم همه، من و تو زاده یک آدم و یک حوایی، همه از جنس همین، همه در معرض عصیان و خرابی و غمیم. من به تو خورده بگیرم تو به من، تا که این پرده برافتد نه تو مانی و نه من. کاشکی شرم کنیم، باده عشق بنوشیم و به مهر سینه را گرم کنیم. متشکرم. خیلی ممنون، بسیار زیبا. خانم مینا امیرآفتابی، تشکر میکنم، بسیار زیبا. مهمان عزیز دیگه‌ای که امشب اینجا داریم و ازشون خواهش میکنم بیان شعرشون رو بخونن، آقای عنایت فانی هستن. لطفاً به افتخارشون. سلام بر همگی. از کنید من دو تا شعر اینجا بودم که فکر نمی‌کنم به 3 دقیقه برسه، امیدوارم برسه.
یک شعر که اسمش از در ستایش زیبایی که برای سالگرد جنبش مهساست و این رو دیروز من تو فیسبوک هم منتشرش کردم. من از زمان گذشتم انگار و زیباست اون چه میبینم، ابرهای ساکن آرام بر بستر آبی آسمان چنان خیال انگیزند که انگار خدای خیالی انسان را از زمین واقعیت پندار فرو نشاندند. خدایی است مهربان که شعبده می‌سازد از تخیل زیبایی و احساس می‌کنم که من زیبایم، همچون زنی که شاعر عاشق زیباترین شعر را برای او سروده است و در برای زمانی نه چندان دور تو را می‌بینم، ژینای زندگی، مهسای نور و عشق و زیبایی، نیکا، غزال، سارینا، تو ای بیشمار، تو ای زن ایران که بر فراز قله بیداری همچو آفتاب می‌درخشی و می‌تابی در آسمان عالم آزادی، در آسمان عالم زیبایی. شاید که باشم اون روز، شاید نباشم، اما شادم که زیستم در اون زمان که تو بودی. این شعر بعدی در واقع شعر به زبان انگلیسیه سروده شده. من شعر انگلیسیشو میخونم بعدش ترجمه فارسی شد نمیکنم یه دقیقه بیشتر انگلیسی کوتاه. As is the bird in the cloud. In my dream I wanted to be a bird, light-hearted and carefree, to fly over the mountains and plains, over valleys, water and tree. I wanted to spot you from among the leaves and then descend on your shoulder with ease and whisper in your ear with my most beautiful voice, I have the pain of your love as a choice. But instead I became a wandering cloud with no wings and no sound. I said to myself, let my endless tears reveal the secret of love with no fear. Then you quickly sheltered before I could shed on you even a tear. Still, I want to be that sweet singing bird. Wow. ترجمه فارسی می‌کنم. پرنده ابر. میخواستم پرنده‌ای باشم در رویا، سبکبال و بی‌پروا، تا بر فراز کوه‌ها و جلگه‌ها و بر فراز دره‌ها و درختان آب‌ها پرواز کنم و از لابلای برگ‌های درختان تو را نشانه کنم و آنگاه بر تو فرود آیم و بر شانه‌ات بنشینم و زیباترین نغمه‌ام را به نجوایی در گوشت بخوانم و بگویم که در عشق تو را من به جان خود دارم. اما ابری شدم بی سامان، بی بال و بی صدا بر تو گریستم، گفتم بگذار اشک‌های بی انتهایم راز دلدادگیم را بر تو بگشایند. اما تو زود به زیر سرپناهی خزیدی و من حتی اشکی نیز بر تو نیفشاندم. اما هنوز میخواهم که آن پرنده خوشخوان باشم. تشکر از آقای فانی، بسیار زیبا. دوست عزیز دیگمون آقای مسعود معینی متنی داشتن یا شعری داشتن، دوست داشتن که با ما به اشتراک بذارن اگر هستن. انتخاب شعر اینجا سخته. سفر در رویا. چه روزها که با شاهنامه به جنگ زندگی رفتم، سرود شعر حماسی فردوسی را با خود به کوچه ها بردم، شمشیر خیالی در دست و رخش رویاهای زین کرده را تاختم. چه شبها که کنار حافظ نشستم، دست در گردنش انداختم،
دست دیگر را شراب از ساقی گرفتم و تا سمرقند و بخارا تافتم. تا سپیدی صبح در مثنوی سماع کردم تا شمس دلم را بیدار کنم. صبحگاهان همراه بلبل اندلیب زیر سرو بوستان سعدی نشستم و گذر آب را تماشا کردم. در کوهستان زندگی تیشه از دست فرهاد نظامی گرفته تا آتش عشقم را شیرین و شیرین تر کنم. همزمان شعر عبید را در کنار ایرج قهقهه زدم. برای یک نفس آزاد با مسعود سعد در نای و مرنجاب و دهک به دنبال روزن و سوراخ گشتم. چه شبهایی که دست در دست ابن یمین از خوشی پروین به زهره پریدم و از دب اکبر تا بهرام سلحشور سراسر راه شیری را پیمودم. وقتی که در خم همان اول کوچه اول عشق عطار از کنارم گذشت مست و قلندر در خیمه های تو در توی شعر خیام به دنبال کوزگر و کوزخر و کوزه فروش گشتم. به پهنای تاریخ با دو بیتی های بابا طاهر گریستم و اینک در آینه می نگرم برق دماوند را اینجا هزاران فرسنگ دور در دهه 50 سال افزودم. بر سرم می بینم اینجا کجا و تاریخ من کجا. سرخ شدم بیان که خون بابک را ببینم، سبز شدم بیان که شال حلاج را بر کمر ببندم. ولی اگر عشق تو نبود در همان روزهای اول این قلیبستان کرکس تند و تیز زندگی تکه تکه های جسدم را سفره جوجه هایش کرده. آیا مرا فرصتی مانده تا سیاوشی دیگر ببینم؟ گمانم تاریک است. تشکر از آقای مسعود معینی، دوست عزیز شاعر دیگرمون که بیشتر اینجا هم میان و همیشه خوشحال میشیم ببینیمشون. آقای علی اشرافی هستن که اگر آماده باشن بیان شعرشون رو بخونن. لطفاً به افتخارشون. من سلام میکنم و یه تصحیحی که من نه شاعرم و نه شعری دارم میشم. شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد، من مرسی خان وطن مرده خویشم. این رو از امید میخونم و خوندم. اما اینکه امشب من دوست میداشتم خیلی حرف بزنم ولی وقت کمی هست. من دو تا مطلب میخواستم بگم، دومی رو اول میگم. و اون اینه که امشب یکی از شبهای تعبیر خواب من بود، تعبیر رؤیای من بود و اون سخن از ادبیات معاصر گفتنه. ما قرن 14 رو پشت سر گذاشتیم، قرن 15 رو شروع کردیم، اما از ادبیات قرن 14 هیچ نمیدانیم. کوچه پس کوچه های ادبیات. من با حافظ، حضرت حافظ بگم به بر نخوره، من با حافظ، با سعدی، با مولوی، با هیچ کدوم و فردوسی بزرگ پر واضحه مشکلی ندارم. اما اینکه معاصر نیستیم شکوه دارم. ما معاصر نیستیم، فرصت جدل نیست، ولی من حاضر به جدل هستم که چرا ما معاصر نیستیم. امشب برای اولین بار شنیدم روایت شاعر رو و هنر رو و شعر رو از تاریخ. به این اعتبار ما جامعه شناسی ادبیات رو اصلاً و ابداً نه بو کشیدیم و نه چراغ راهمون هست. شاعران رو به گونه‌ای بررسی میکنیم که انبیای اولوالعزم و اولوالامر رو
بر من ببخشید که مقدار سریعتر سخن بگم. شاعر محصول و میوه زندگی است و ادبیات ساحت نمادینی است که زندگی را در زبان میسر می کند. همین، هیچی غیر از این نیست. زندگی در زبان ادامه پیدا میکنه. آیا واقعا ما اگر ادبیات معاصر رو میخواندیم امروز اینقدر به دور خودمون میگشتیم که شعری رو که 2 سال بعد امید اخوان ثالث تحت عنوان آنگاه پس از تندر اینجوری روایت کرد تاریخ رو: ترکید تندر ترد بین جنوب و شرق، زد آذرخشی برد، اکنون دگر باران جرجر بود. باران جرجر بود و زجه ناودانها بود و سقف‌هایی که فرو ریخت. افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما. چه چیزی غیر از هنر و غیر از ادبیات و شعر میتواند با این صراحت و با جزئی نگاری تاریخ معاصر رو بگه؟ من همینجا میخواستم آنگاه پس از تندر رو بخونم و در واقع وقتی نبود اون قسمتی رو خوندم که منظور نظر امید بوده. همینجا میخوام یه پیشنهادی بکنم یا یک خواهشی و اون از مدیران این جلسه و برنامه است که یه عنایتی بکنن به این تأخر تاریخی بررسی شعر معاصر که ما ته خطش هستیم، این رو در برنامه‌ای منظم بگذارن تا برای نسلی که الان هستند و بعد از ما این همه گرفتاری رو به ارث خواهند برد یه مقدار آشناتر باشه. این رو بگذاریم در برنامه شب‌های اسم محفل رو هم میشه اسم دیگه گذاشت، ولی خب مهربانانه است، اشکال نداره. من عذر میخوام، محفل شاید کاربردش تا کنون اینقدر عمیق نبوده. آره من پس گرفتم، از بس محفل بر سر ما باراندند که معنی واقعیش هم گویا گم شده. این رو بگذاریم در نوعی از توجه دیگه بروی میز. ادبیات معاصر 150 سال ما رو بیشتر نیست، 150 سال. این رو لطف کنید و من کوچک که معلم که دانش آموز ادبیات و شعر هستم 60 سال به جرأت میگم که با اون چه که هست پیغمبران در کوه حرا دیدن من در شعر فارسی یافتم نسبت به تاریخ، نه بهشت و نه جهنم، نسبت به تاریخ. این رو لطفی بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم و من هم اونجا که بتونم خاک این صحنه رو جار میکنم. قربان. خیلی ممنون آقای اشرافی، لطفاً به افتخارشون. خیلی ممنون از نصایح و صحبتاتون. نمیدونم دوست دارید یه شعر دیگه گوش کنیم یا یه آواز گوش کنیم؟ هر دو. خب ناهید جان شما هستید واسه ما یه آواز بخونید که بعد دوباره برگردیم بشه؟ بفرمایید ناهید عزیز. نه فیلم ما خراب نیست. چه دنیای خوبی، چه جای قشنگی، چه موسیقی آشنایی عشق، چه رود روانی، چه باغ بزرگی، چه جای خوشا و هوایی عشق، چه دنیایی همه خورشید، چه فردایی همه امید، چه شوق بی انتهایی عشق، چه شوق بی انتهایی عشق، سرود آزادی جان است، سرود
نبود فردای انسان است، نبود عشق. سرود آزادی جهان است، سرود عشق. نبود فردای انسان است، نبود عشق. چه جای خوشا و هوایی عشق، چه جای خوشا و هوایی عشق. چه دنیایی همه خورشید، چه فردایی همه امید. چه شوق بی انتهایی عشق، چه شوق بی انتهایی عشق. چه شوق بی انتهایی عشق، چه شوق بی انتهایی عشق. بسیار زیبا دامید جان، مرسی، بسیار عالی. دوست عزیز دیگمون آقای وحید سیستانی اینجا هستن و دوست دارن که مطلبی یا شعری واسه ما بخونن. لطفاً به افتخارشون. من درختی وسط طوفانم، من درختی وسط طوفانم، دستم از پیرهنت کوتاه است. ابرها پشت سرم میگریند، اتفاقات بدی در راه است. عرض ادب و احترام و شب بخیر. سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. دو بیت از احسان افشاری و یه قطعه از استاد فرید خراسانی. چرخ گردونم شرنگ غم به مینا ریخته، چرخ گردونم شرنگ غم به مینا ریخته. آتشی بر جان من چون تور سینا ریخته. طایر آزاد روحم در شکنج تن اسیر، بال پروازیش در اعزاز سجا ریخته. هر زمان از طالع شوم از ثریا و سریر، تازه زخمی استخوان سوزم به اعضا ریخته. از فلک تا صبح کاذب یک نفس باران درد، از فلک تا صبح کاذب یک نفس باران درد. آسمان چون ابر نیسان بر سر ما ریخته. بنده سفلانشینم که از عروج لامکان، بر سرم غم روی غم عرش اعلا ریخته. 7 گنبد را رصد کردم، دریغا یافتم، خشت سست اخترم از سخت مینا ریخته. هم ز دیوان فلک تطهیر یاد و نام ما، هم نشان ما طبیعت سوی دریا ریخته. شاخسارم در تف اندوه و ماتم سوخته، بر غبارم در کف حرمان به یغما ریخته.
سر به جیب حیرتم آورده چرخندیشناک، غم درون فکرتم صدها معما ریخته. عضوم مبتلا هر یک به دردی چاره سوز، بندم ناله ها بر لبز غمها ریخته. زاده رنج و ملالم نیست در گفتن عبار، زاده رنج و ملالم نیست در گفتن عبار. بر سر خاک سیاهم دست آوار ریخته. بخت ناهموار، بخت هموارم نصیب از چرخ ناهموار نیست. طالع ما آب پاکی بر سر ما ریخته. یک مژه بر هم زدن در دیده خوابم راه نیست، بس که خوناب جگر بر طرف سیما ریخته. هم وضو بگرفته با آب قناعت سالها، هم وضو بگرفته با آب قناعت سالها. آبروی خیش پیش سفلگان ناریخته. پیشتازی بر نمی آید ز ما در روزگار، زیر پا از بس که هر جا سنگ خارا ریخته. هر بلای منزل از افلاک سوی خاکیان، هر بلای منزل از افلاک سوی خاکیان. بر سر ما ریخته، بر سر ما بینوایان ریخته تاریخ. سپاسگزارم. مسکن شیران و در ایران بود، پادشهش کوروش و بارا بود. چون گو خسرو شه بالا بود. ای وطن، ای حب تو آیین من، دوستیت کیش من و دین من. دولت اقبال تو پاینده باد، جام بلندت نگه و زنده باد. مرسی. همونجور که افسانه جان گفتن رسیدیم به آخر برنامه. امیدوارم که همتون واقعا لذت برده باشید تا حالا. هرچی که هستش، هرچی که بودش، برنامه پرباری بود با تمام سخنرانی‌هایی که دوستان عزیز کردند و در برنامه آینده اما ما می‌خوایم یه خورده به تئاتر بپردازیم و قراره که من یک تئاتر، یک نمایش کوتاهی رو اینجا بازی کنم. این برای من یه چالش. در نتیجه اینکه این 5 اکتبر خواهد بود و بعد اگر شما دوست داشتید خلاصه تشریف بیارید اینجا و من رو پشتیبانی کنید، حمایت بکنید. دیگه خیلی ممنون از حضور همتون. خوش آمدید. امیدوارم که دوباره همتون رو در همینجا ببینم.